میخوام به رقصایی که برام فرستادین ریاکشن برم، بریم ببینیم که چجوری غیر میدن این پسرا. برو بریم. چه دور موشم زده. دوتا چک چک شد نباشده. برو کلو. چه گل میرسته. اصلا قسمت پایین کمر به پایین کلا لقه لق. ای ماشاءالله. وای چه میلرزونه. چک چک بالا. ای دست درد گیج میرفت. ماشاءالله. ماشاءالله. آقا میخواد بتره کوری کفشش در آورد. چرا دیگه اون کود چه حرکت هایی میره این پسره. بهتی خیلی بلا آتیش باره ای تو. وای میگوش کن یکیو. حرکت قوباقه کلافه است. این چجوری داره این حرکت رو میگه. خیلی سخته های مشکل میپره. یار جان کابل جان نزدن. ببین داشتم با رقص این پسره حال میکردم، دیدم چقدر قشنگ داره میرقصه تا اینکه اون مشکی اومد اینجوری پرید. انقدر اون حرکت سخته. اگه باورش همین الان یه ذره برو یه دونه شو. خیلی حرکت سختیه. هم پسر هست دیگه. چی بوزنش میندازه هوا. تو باید باز دختر کلاس بذاری. خب مثل که این کسی که مثلا این ویدیو رو فرستاده طرفدار پرمقرص مهدی بوده. همش رقص مهدی رو برام فرستاده. بستنشو قشنگ میچرخونه. بهش میگم مهدی جاغوری. درسته معروفم هست. بچه جاغوری چکچکای جاغوری والا دیگه لا. ای جانم دوشان. خیلی بامزه‌ای. احساس میکنم ولکن خودشو باسنه رفته واسه خودش. اصلا میره یه جای دیگه. اصلا میره از این ولایت میره. اینقدر این که جدا باسنش میرقصه واسه خودش. خیلی حرفه‌ایه. این جدیده. از مهدی نیست. خوب رقص یاد دارین ها.
من پسر دوتامون سبز پوشیدیم. میتونم باهات کل بندازم تو رقص. چقدر خوشگله. یه جوری خوشگله اصلا. میدونی چجوری بود؟ عین خیلی نوجوان بود، کم سن و سال بود، ولی یه زیبایی دخترونه ای داشتش. چجوری اینقدر خوب میلرزونن همشون؟ ای جان وای چه بلاه. از این بچه جنتلمن هستا. بلا رو ببینا. خدا چقدر خوش تیپه بچه. وای 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 بزرگ بشه چی میخواد بشه؟ ولی بیشتر چیزایی که برام فرستاده بودم از همین آقا پسره بود که اسمش مهدیه. مثل این که خیلی تو دنس حرف اولو میزنه تو تیک تاک. شما بگین از این بهترم داریم؟ همیشه من دنبال اون بهترترم. اونو برای من بفرستی، من رقصای اونم ببینم. اگه دوست داشتین اینجا تو این ویدیو بذارم که دور هم دیگه نگاه کنیم، سرگرم باشیم. مرسی تا اینجا دیدین. نظرتون برام بنویسین. فعلا